سلام دوستان گل، من دویدنم تموم شد و اینکه من در دو مرحله 100% شکست میخورم. ببینید وقتی خودم رو مقایسه میکنم با دیگران در دو حالت من شکست میخورم. و اما این دو حالت چیه؟ ببینید در زندگی هر شخصی دو مرحله وجود داره. یکی اون سختی هایی که اون فرد تو زندگیش داره و مرحله دوم خوشی هایی که اون فرد تو زندگی خودش داره. خب این برای مسئله منم هست، درسته؟ خب یه موقع است من میام خوشی های زندگی خودم رو با سختی های زندگی اون فرد مقایسه میکنم. به خاطر همین من در منطقه امن زندگی خودم قرار میگیرم و دیگه حرکتی نمیکنم، به این دلیل که آقا زندگی من بهتر از این آقاست. و یه مورد دیگه چیه؟ بیام سختی های زندگی خودم رو با خوشی های اون فرد مقایسه کنم. اینجا من افسرده میشم، چون فکر میکنم من همیشه در سختی هستم و اون آقا همیشه در رفاه هست. به خاطر همین در این دو حالت من دارم شکست میخورم.